مات خانم، بنده 2 سال در شهر سکونت داشتم، یعنی اونجا اقامت میکردم. برید دنبال کارتا. سریع مورده خواهد تو سرت با اون لباس پوشیدمه. در شهر به من پیشنهاد شد که من اونجا. میشه به دوستانتون بگید منو تعقیب نکنم برگردن سر کارشون؟ خواهش میکنم. بله البته. ما تو حرف زد. تونستی باش حرف بزنی؟ بله معلومم. گفت جلوی این همه آدم که نمیشود ما با هم کاری بکنیم. شما اینها رو فراری بدین، اول من میرم، بعدم شما 2 تا با هم بیاید. فهمیدین؟ بارکالله. من رفتم.